به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما دوستان عزیز، بچه های شیرین سخن و همراهان گرامی رادیو مهر. خدا را شکر میکنیم که امروز همه ما و شما سلامت و سالم هستیم و باز هم شکر میکنیم که پدر و مادرهایمان سالم و تندرست هستند. من سیده عبدالله زاده مجری برنامه قصه های مثنوی هستم و امروز برای شما داستان زیبایی را از مثنوی آماده کردم. روزی بود و روزگاری چند مرد هندوستانی با فیل سفر می کردند. آنها گاهی در این سفرهایشان به کشورهایی می رفتند که مردم آنجا فیل را ندیده بودند. شبی مردان هندی به شهری رسیدند و در خانه ساکن شدند. اهل این شهر پیشتر فیل را ندیده بودند، اما بعضی از کسانی که در دیگر شهرها سفر کرده و فیل را دیده بودند به گوش مردم رسانده بودند که فیل چگونه حیوانی است. بیشتر مردم می گفتند هر وقت به شهر ما هم فیل را برای نمایش بیارند ما هم می رویم و آن را تماشا می کنیم. در این میان چند مردی بودند که سراسیمگی می‌کردند تا فیل را زودتر بینند و بعداً به دیگران تعریف کنند که ما فیل را زودتر از همه دیده‌ایم. آنها می‌خواستند زرنگی خود را به دیگران ثابت کنند و با این کارشان افتخار کنند. آن مردان وقتی شنیدند که چند جهانگرد هندی در یکی از خانه‌های شهر ساکن شدند و همراهشان فیلی را آوردند، زود آنجا رفتند و به فیلبان گفتند ما می‌خواهیم فیل را ببینیم. فیلبان گفت ما اکنون از راه رسیدیم و می‌خواهیم استراحت کنیم، روید و پگاه بیایید. آدمان بی‌صبر گفتند ما این شب فیل را نبینیم از اینجا نمی رویم. فیلبان گفت نمی شود. جایی که فیل را نگهداری می کنند چراغ ندارد. ولی با اصرار مردان راضی شدند و گفتند میلش ما در تاریکی فیل را به شما نشان می دهیم و در عوض پول بیشتر هم می گیریم. البته خیلی فرصت کمی دارید و باید زود بیرون بروید. مردم قبول کردند و رفتند. فقط یک نفرشان نرفت و همانجا در بیرون ایستاد. فیلبانان پرسیدند شما برای چی به دیدن فیل نمی روید؟ او گفت من در کتاب‌ها خواندم که فیل یک حیوان عظیم و بزرگی است و می خواهم فیل را زودتر بینم، اما چشمم در تاریکی نمی بیند. از شما می خواهم در همین 1 دقیقه معلم من شوید و هر چی درباره فیل می دانید به من بگویید. فیلبانان گفتند پس شما آدم کتابخوان هستید و بسیار کتاب می خوانید؟ سپس جواب دادند فیل حیوانی است مانند اسب و شتر، ولی از آنها کلانتر و وزنینتر. و همین طور درباره فیل به او توضیح دادند.
فرصتی کمی گذشت، بقیه دوستانش هم آمدند و چون آنها در تاریکی فیل را دیده بودند و هر کدام به یک جای از بدن فیل دست زده بودند، هر کدامشان فیل را به طور خودش شناخته بود. یکی به خرطوم فیل دست زده بود و یکی به دندان و عاج فیل و یکی دیگر هم به پای فیل. پگاهی آن روز هر کدام از آنها که به فیل نزدیک شده بودند به دوستان و رفیقان و خویشاوندانشان فیل را تعریف می کردند، اما از فیل یک حیوان دیگری شناسانده بودند. آن مردی که فقط از فیلبانان شنیده بود گفت: سخنان شما درست نیست. من فیل را از همه بهتر می شناسم. مردم پرسیدند: مگر تو هم فیل را دیدی؟ گفت: نه، ندیدم، اما همراه اینها بودم. من در کتاب ها خواندم که فیل یک حیوان بزرگ است ولی شکل آن را ندیدم. من از فیلبان پرسیدم فیل چگونه است و آنها به من گفتند. معلوم می شود که دوستان من هر کدام یک قسمتی از فیل را شناختند. پس از سخنان مرد، فیل شناسان بی صبر دیگه حرفی نزدند. آن روز فیل را به تماشای مردم به بازار شهر آوردند و همه به تماشای فیل رفتند. کسانی که سخنان مردی کتابخوان را شنیده بودند تعجب کردند، زیرا او درباره فیل درست گفته بود. اما به سخنان کسانی که فیل را در تاریکی دیده بودند فقط خندیدند. همراهان عزیز رادیو مهر، بچه های خوبم، همینجا برنامه امروز را به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.